بی خدا گفتند رجل دعته امرأة ذات حسن و جمال فقال اینی اخاف الله. 7 طایفه در روز قیامت در زیر عرش پروردگارند. یک کسی همون کی هست؟ مردی هست که یک زنی صاحب جمال، یک زنی صاحب منصب فریاد میزند او را که بیا بیا همراه من باش، بیا کام دل مرا برار. این مرد چی میگوید؟ اینی اخاف الله. در برابر این زن جواب این مرد چیست؟ من از پروردگارم میترسم. مقصد من همراه تو هیچگاه یک جایه نمیشوم. اگرچه تو منصب داری، اگرچه تو دولت داری، اگرچه تو به نهایت حسن خوب داری، لیکن من از پروردگارم میترسم. انا اینا میگن صبر از معصیت دارد قوتی که با او یک جایه شود، لیکن قدم نمیزند، صبر میکند تا که در گناه نزدیک نشود. شما هم باید که در هر یک گناهی که قدرت دارین انجامش دهین. وقتی صبر برای خودتان پیشه میکنین، انشاءالله پروردگار همراه شماست و برای شما مکافات خیلی کلانی را نصیبتان میکند. امروز که خیلی سوالهای زیاد چی در نزد من و چی در خانه وجود دارد، میخواهم برای شما جواب این سوالها را پس گردانم. در برابر آمدن یک برادر از من یک سوال کردن که آیا آدم میتواند که گوید که پروردگارا مرا هلاک کن؟ الحال یک برادرمان از دوشنبه بوده است، از ما سوال کردن که راستی بار از همین حیات بیزار شدم. همین حیات برای من دیگر هیچ لذتی ندارد. وقتی میبینم اینقدر فحش فاحشگی، اینقدر رسوایی، باور کن گفت همین دنیا برای من تنگ است. نمیخواهم که در همین حیات باشم. شاید که از حساب اینها من هم در یگان گناه مبتلا شوم. گفته با این مقصد میخواهد که دعا کند که خداوند جان او را قبض کند. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میگوید ای برادر عزیز گوش انداز، لا یتمنین احدکم الموت لضر. شما هیچگاه، حبیب خدا گفتن، آرزو و تمنای مرگ نکنید. لضرین، اگر چنده که ضررهای خیلی زیاد بالای تو آمد، شاید که تو دولت خیلی با قوت داشتی، امروز تو گدا شدی، این ضرر است. شاید تو صاحب فرزندای زیاد بودی، صاحب زنی خوب بودی، اونا از دست تو برآمد رفت، این هم ضرر است. شاید که پدر و مادر تو از حیات گذشت، شاید بهترین فرزند تو خداوند جانش قبض کرد، همه اینا ضرر هستند. حبیب خدا میگوید، یا اینکه این برادری که امروز میگوید در این خیل جامعه برای من حیات بردن خیلی مشکل است، اینم گویم یک ضرر برای اون برادر است. حبیب خدا میگوید لا یتمنین احدکم الموت لضر. شما حقوق ندارین ای بندگان خدا که مرگ آرزو کنید، حقوق ندارین. برای شما پروردگار چون این شرایط نداده است که تو گویی ای پروردگار جان مرا قبض کن، من از این حیات بیزار شدم، خدایا جان ما بگیر، این تو حق نداری. زیرا که حیات این خودش به نهایت نعمت کلان است. این حیات بسیار نعمت قیمت است. گفتی حضرت صوفی علیار خدا رحمت و مغفرت چون کند، نفسهای تو هر یک در نایافت، هر یک نفسی که الحال تو میکشی، هر نفسی که داخل میدراری، اینا به منزله در هستن. میگه در میدانی همون بریلیانتی که میگوین که یک شاید یک نگینش یک دولت اگر بسنده باشد، یا گویم که از او در قیمتی پسترم که داشته باشد،
هر یک نفسی تو میگوید از بریلیان دیده قیمتتر است. هر یک نفس. امروز ما با قدر نفس نمیرسیم، آزاد برآورده و درآورده استیم، در کدام راه صرف می شود پروا نداریم. حضرت میگوید با دقت باشید، همین نفس‌هایی که تو برآورده ایستاده بسیار قیمتند. نفس‌های تو هر یک در نایافت برایت گر به فکر و ذکر وحاب. کدام وقت قیمت است؟ کدام وقت بریلیانت از بریلیانت دیده قیمت‌تر است نفس تو؟ زمانی که اگر همه وقت این نفس‌های تو وقتی میبراید با چی میبراید؟ سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. وقتی با این نفس‌های تو که میبراید، حضرت گفتن این نفس‌های تو بسیار قیمت هستند. نفس‌های تو هر یک در نایافت براید گر به فکر و ذکر وحاب. چرا قدر دری جولان ندانی به باد غفلت این درها فشانی؟ چرا به قدر این درها نمیرسی؟ چرا به قدر این نفس حیات نمیرسی که این تو بیهوده در راه غفلت صرفش میکنی؟ از این خاطر حیات بسیار چیزی قیمت است. ما حق نداریم که دعا کنیم خدایا جان مرا قبض کن. لیکن در دوام حبیب خدا چی گفتند؟ فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ فَاعِلًا. اگر بسیار ضرور شد، مثل این برادری که الحال از من سوال کرد، بسیار ضرور شد که تو دعا کنی که پروردگار جان من قبض کن، تو با این طریق دعا کن. چی دعا کن؟ اللهم احیینی، اللهم احیینی ما كانت الحیات خیرا لی و توفنی اذا كانت الوفات خیرا لی. حبیب خدا چی گفتن؟ گفتن دعا کن که پروردگارا اگر همین حیات من برای من خیر نباشد، خدایا مرا زنده نگه ندار. یا پروردگارا مرا زنده نگه بدار هر وقتایی که اگر همین حیات برای من حیات خوب باشد، اگر همین حیات برای من حیات خوب باشد، عاقبت خوب داشته باشد، حاصل خوب دهد، خدایا مرا در همین دنیا زنده نگه دار. و توفنی، خدایا مرا بمیران، اذا كانت الوفات خیرا لی، هر وقتایی که وفاتم برای من خوب باشد، خدایا مرا بمیران. انا این گونه اگر تو دعا کنی، این دعا را حبیب خدا تعلیم کردن، این درست است. حیات بسیار چیزی قیمت است. همین سبب حیات است که ما و شما آمده جمعه میخوانیم. سلام داملای محترم حاجی میرزا، خواهش میکنم با این سوال من جواب درست در همین جمعه گویید. التماس ضرور است. آیا منکر و نکیر در قبر از مرده پرسش میکنند یا پیش از صلات جنازه را خواندن؟ در آخر در حق من یک دعای خیر کنید. خدا شما را همیشه نگه دارد، توفیق داند، خدای مهربان رفیق بگرداند. البته منکر و نکیر انسان در قبر میپرسند. این پیش از صلات جنازه نیست، بلکه بعد نماز جنازه، بعدی که ما و شما را در قبر جای میکنند، ان همون حالت از ما و شما چی میپرسند؟ کیست پروردگار تو و کیست پیغمبری تو و چیست دینی تو؟ وقتی اگر این جوابها را ما و شما گردانیم، خوش به حال مان. که صاحب کتاب میگوید در این حالت صدای میشود که خواب کن مثل خواب عروس تا روز قیامت. چگونه ای که عروس خواب میکند، کسی دلاور نمیشود که نه پدر و نه خسر و نه مادر او را از جایگاه خوابش سحر بیدار کنند. این چونین صدای میشود است که خواب کن تا روز قیامت مثل خواب عروس. این صدا را شخص میشنود که اگر در دنیا عملهای نیک داشته باشد، اگر در دنیا اصلاح شده باشد، انشاءالله این صدا را در قبر میشنود. خوش به حال ما. اگر عمل صالح و الا عمل صالح نداشته باشیم، قسم به خدا وای به حال ما که چه حالت وزنین ما و شما را در اون قبر منتظر است. وقتی میگوید اذا كانت صالحه، وقتی یک آدم صالحه را، یک آدم خوب بالای همون
تابوت در که بار میکردند، پیش از آنه که در قبر داخلش کنند، ملائکه های رحمت وقتی که این بنده خوب، بنده خدا ترس که بود، جایگاهش پیش از قبر الله که نشان میدهند، بهترین باغ ها را نشان میدهند که الحال بعد داخل این قبر تو انمین وارد انمین باغ میشوی. وقتی این باغ که میدیده است، بعد از بالای تابوت به سوی همین شخصانی که تابوت میبردارن و به سوی قبر میروند چی میگفته است؟ افسوس که ما و شما گفتی حبیب خدا اگر صدای اونها را شنویم هر آینه بیهوش میشویم، صداشان نمیشنویم. میگفته است قدمونی قدمونی، تابوت بردارها را، این مرده بالای تابوت، حبیب خدا این حدیثی صحیح است، میگفته است قدمونی قدمونی، درو 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 مرا بالای قبر برین، درو درو مرا داخل قبر برین، زیرا که من باشیشگاه خدا، زیرا که من قدمگاه خدا، من مقام خود معلقه دیدم. لیکن وقتی آدمی اگر باشد، اگر غیر گویم آدمی نادرست و بدرفتار باشد، این چی میگفته است؟ یا ویلها این تذهبون بها، داد میگفته است از بالای تابوت که ای وای به حال من، مرا کجا میبرید؟ ای وای به حال من، مرا کجا میبرید؟ این صدا را آدمی میگفته است که در دنیا از امر پروردگارش دور بوده است. از این خاطر برادر عزیز، سوال منکر و نکیر این وقتی که در داخل قبر ما و شما میدرویم، انا همون زمان از ما و شما سوال میشده است. مرده را برند سوی گور، جان مسکین نظر کند از دور. از بالای قبر جانی که 60 سال 70 سال در وجود ما بود، از بالای قبر همون جسد ما و شما را نگاه میکرده است. حضرت مولوی میگوید چی میگفته است؟ اگر جسد ناپاک باشد، اگر جسد از خدا نمی ترسیدگی باشد، با این جسد این جان چی میگفته است؟ مرده را برند سوی گور، جان مسکین نظر کند از دور. می نگوید به نفس ای بدکش، هم به من ساختی و هم بر خویش. تو کار کردی در دنیا که تو نه صحبت داملا گوش کردی و نه صحبت عالم گوش کردی و نه به قرآن تکیه کردی و نه به حدیث پیغمبر رو تکیه کردی. چنان عمرت با یک تاریکی و سیاهی گذرانیدی که الحال تهدید پروردگار است. میبینی که حال تو و حال من چی میشود؟ تهدید از طرف پروردگار است. الحال تو هم مانده میشوی، تو هم در عذاب هستی، منم از پشت تو در عذاب هستم. این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی، بی وفا بوده است مال و جفت، نزد مولای خود چی خواهی گفت؟ تو جسد بودی که همیشه برای بهبودی اولاد و اجداد و خاند مهنت داشتی، لیکن برای آبادی قبر و قیامت هیچ کوشش نداشتی. الحال میبینی که با تو چی معامله میشود. السلام علیکم داملای عزیز، آیا در تلفن ها آیت قرآن میگذارند جایز است یا جایز نیست؟ بخشش داملای عزیز. برادرای عزیز، در همون تلفن هایی که ما و شما داریم آیت قرآن نگذاشتن بهتر است، زیرا که آیت قرآن البته به همه ما و شما معلوم است چه قدر کلانی دارد. وقتی ما و شما شاید در یک معرکه های گویم شخصانی می نشینیم که به قدر آیت قرآن نمی رسند، شاید وقتی صدای قرآن از تلفن ما و شما صدا دهد، اونها در برابر این یگان سخن گویند که چی ملال تو شود و چی گویم که خیلی خاطرهای تو پریشان شود، چی یک ملالی گویم در وجود تو پیدا شود. این گونه شخصیت ها هم زیاد هستند که آیت قرآن گوش کردن در طاقت ندارند. از این خاطر بهترین صورتش همین است که ما و شما همون گویم نغمه هایی که در تلفن ها خودشان وجود دارند، اونا به ساخته ما و شما نیستن آخه. از این خاطر اونا به خواهش ما هم نشده است. برای همین همون گویم نغمه ایش که عادی هست
و گویم که خاطر آدم مشوش نمی کند، پریشان نمی کند، همون عادی ترش در گذارینش، همون با که ندارد گناهی نیست. لیکن این نغمه هایی که امروز باور کن بعضی جوانا را میبینی در تلفن ها حتی صدای دشنام ماندگی هست. دشنام چه با طریق زبان های روسی و چه با طریق زبان های انگلیسی دشنام ها ماندگی هستند، همون گوش می اندازند. برای همین بهترین صورت همین است که شما در تلفن هاتون آیت های قرآن نگذارید. می توانید که همون نغمه های عادی خودی همون تلفن نگذارین، ان شاء الله اینش بهتر است برای ما و شما. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دامنای عزیز. دو کس با یکدیگر باور نمی کنند، عائله بنیاد می شود یا نه؟ از کجا بنیاد می شود؟ وقتی اگر دو نفر یک جا گویم زن و شوهر زندگی داشته باشند، با یکدیگر هیچ باوری ندارند، در اصل این زندگی با حلاوت نیست. زندگی یکدیگر فهمی نیست. اگر تا در زندگی ما و شما با یکدیگر زن با شوهر معامله نداشته باشد، با یکدیگر رفت و آمد نداشته باشند، با یکدیگر گویم همنشینی نداشته باشند، با یکدیگر مصلحت نداشته باشند، بلکه از یکدیگر گویم باوریشان نباشد، این حالت در این عائله بنیاد نمی شود، بلکه خطر هم دارد، حتی ضررش به همون فرزندای ما و شما هم می رسد. می گویند که دوست داشته نگیرید که در عائلتان دائم جنگ و جنجال است. بخت سفید را نمی بینید، ناگشته گیری به قدرت می رسد. راست است یا نه؟ در اسلام ما و شما گشتن گفتگی وجود ندارد. مثال تو گشتگی بگیری عائلت مثال سیاه می شود، ناگشته گیری عائلت خوب می شود. از روی گویم جمله بسیار جمله خوب. در اصل اگر ناگشته گیری مقصد از حرام های پروردگار که دور هستی، انشاءالله شاید زندگی خوب باشد. لیکن وقتی تو میگردی مقصد در بین شما نکاح نیست، شما یک جای می نشینین، یک جای سلام میکنین، یک جای دست در گردن یکدیگر می اندازین و دیگر معامله ها را وقتی که شما انجام میدهین، البته این زندگی شما زندگی تلخ می شود، زیرا شما از اول حیاتان از حرام کرده های پروردگار شروع کرده بودین. از این خاطر البته این در حیات شما شاید خطر داشته باشد. در اسلام نگاه کردن زن گناه نیست، اگرچند که اگر یک 15-20 ساله ها پیش گیریم، مثال ما و شما را نادیده زن میدادن، همون پدر مادر میدید میآمد میگفت که بچم دید معقول است، تمام همون نکاح کده میدادن. لیکن از روی شریعت این خطا هست. باید که جوانی زنگیر باید که همون زنی را که در نکاحش می‌درآورد حقوق دارد که حسن او را نگاه کند، حقوق دارد که گپزنی او را گوش اندازد. زیرا وقتی که نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن گفتند ما می‌خواهیم از زنهای مدینه زن گیریم، حبیب خدا گفت به زنهای مدینه نگاه کنید که آنها در یک چشمشان خال دارند، شاید به شما معقول میشوند یا نمیشوند. برای همین دیدن زن این در اسلام گناه نیست، لیکن برای او جای واخوری اعلان کردن، با او دستی بد دست کردن، شبها مثال سیر و گشت کردن، اینجا اسلام رخصت نمیدهد. شاید که تو ویا نکاح کرده نگیری، با او 1 ماه گشتی، 2 ماه گشتی، 1 سال گشتی، همون دختر را بدنام کردی، او دیگر ویا کسی ویا خواستگاری نمیکند. از این خاطر در اسلام گشتن گفتگی این حرام است، درست نیست خواهر عزیز. برای این بهترین صورتش همین است که اگر میخواهین کدام شخصی را که میگیرین، شما حقوق دارین که به حسن او، به رفتار او، از احوال او پرسین که اگان گویم گرچی که بنگی نباشد. این امروز مثال بسیارش نمیبینم، بیچاره میگیرم میبیند که یک بنگی هست یا میبیند که گرچیک است، همون گرچیکایی که ما و شما میگوییم. برای همین البته این چیزم باید جستجو کردن در کار، تا که حیات این حیات است. این دختر ما 16 سال 17 سال پرورش کردیم به خاطر که این شوهر خوب دهیم. ما مسئولیم در این، ما صاحب داماد خوب شویم، صاحب داماد شویم که فردا خانه او در آمده از دسترخوان او 1 پیاله چای خوریم،
صاحب نبیره های خوب شویم که اون فردا این نبیره ها در حق ما دعاگو شوند. وقتی ما میبراریم دختر را در یک اوباش میدهیم، پس حال دختر ما چی میشود؟ اینش هم باید البته اینا شرطن در اسلام. برای همین گویم برای عاشقی همین لیلی و مجنون برای همه عاشقا درس است. حال همین عاشقی لیلی و مجنون چی شد آخرش؟ همین عاشقا باید که از لیلی و مجنون عبرت گیرند. عاشقی هیچ وقت آینده خوب ندارد. بسیار عاشقا را دیدیم، باور کنین چندین تاش آمده الکی گویم که طلاق کردن و از یکدیگر جدا شدن. چندین شخصانی که یکدیگر را در حیات دوست می داشتن عاشقی کردن، شاید 1 سال و شاید از اونم بیشتر. السلام علیکم داملای شیرین سخن. مادر من میگوید که سحر بر وقت خیستی اول دروازه را بگشا، فیض و برکت در خانه امان عطا می شود. بسیار سخن خوب گفتند. سحر بر وقت خیستن این عادت هر یک مرد مسلمان و زن مسلمان است. سحر که همین صبح که دمید وظیفه هر یک مرد مسلمان و زن مسلمان این است که از جایگاه خواب بسم الله الرحمن الرحیم گفته خیزند و به سوی حمام روان شوند از پی طهارت و از پی عبادت سحر. این البته عادت گویم یا این گویم وظیفه هر یک مرد و زن مسلمان است. سحر خیزید دروازه تان کشایین، البته فیض و برکات در خاندان شما نازل بشود. لیکن دروازه را کشایی و خواب کنی نماز تنخانی، اینجا بلا و آفت می آید، فیض و برکت نمی آید. دروازه کشاده هم که باشد از خدا نترسی، دروازه کشاده هم باشد تو به حرام های پروردگار اگر اطاعت پروردگارش باشد. حالی سحرها میگذره، مثال گویم بر وقت که میخیزیم نظر میکنی مثال اکثر مردم خوابند. بعضی خانه های را میبینی که خدا را شکر که خدا ترس که هستند، میبینی الکی پس های همون بانگ هاشون آب شپیدگی و رفتگی هستند. خوش به حالشون باور که همین وظیفه را هر کدامت باور کن در خانه اولین درجه بگذار که سحر از پاکیزه کردن پس دروازه اگر در سکسیه ها زندگی کنین رفتن همون پدیزداتان این حتمی و ضرور است. اگر در خانه های محلی باشین پس های بانگ آب شپیده رفتن به خدا قسم این آدم خیلی آدم ایماندار است، زیرا که تازگی این خودش از اسلام است. حبیب خدا میگوید که النظافه تدعو الى الایمان والایمان مع صاحبه فی الجنه. ببین النظافه تدعو الى الایمان، نظافت پاکیزگی این چی است؟ آدم ایماندار میخواند، با ایماندار آشنا هست تازگی و آدم ایماندار باشد همراه ایمان همراه صاحبش در جنت است. برای همین بسیار در تازگی اهمیت دین، خصوصا حتی در لباس هاتونم، در لباس پوشی هم. من جمعه پیشین یک حدیث را خواندم، شاید که اکثریت شما نشنیده باشین. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. کسی اگر در وجودش به منزله یک دانه ارزن اگر کبر داشته باشد پروردگار او را جنت نمی درآورد. جنت بر آدم تکبر حرام است. آدمی که فخر میکند، آدمی که گردن بلندی دارد، ولی بسیارتر همین فخر و گردن بلندی از همون آدم هایی که گویم امروز صاحب دولت هستند، صاحب شرایط های خوب هستند، بسیارتر تکبری از اونها هست. آدمی کمبغل معلوم است که بیچاره هیچ تکبری هم کردن نمیتواند. با چی تکبری میکند؟ گفته حضرت عبدالقادر بیدل که تواضع زی گردن فرازان نکوست. اگر آدمی گردن فراز، آدمی که خدا دولتش داده است، پولش داده است، خانش داده است، خوش به حالش، ما طرفداریم. ما دعا میکنیم که خدای مهربان همه مسلمان ها را با دولت کند، صاحب ماشین کند، صاحب مثال پول و مال کند، صاحب خانه های بلند آشیانه شان کند. ما طرفداریم، اسلام هم طرفدار است. لیکن در برابر این قدر نعمت الله تکبری کردن، این خودش الک کفران نعمت است. این غضب پروردگار را بیدار میکند. حضرت بیدل همین را گفتند که
تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا را تواضع خوی اوست. آدم گدا خودش الکی با تواضع است. همین تواضع خاکساری آدم با دولت میزیبد. گفت حبیب خدا گفتن کسی در وجودش اگر به منزله یک دانه ارزن کبر داشته باشد وارد جنت نمی شود. فقال الرجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا و نعله حسنا. یک مردی از جاش خیست، بسیار فرمه های قیمت داشت، بسیار کرته قیمت داشت، گویم بسیار یک توفلی قیمت داشت. امروز جوانا هستن که دوست می‌دارن که لباس های قیمت پوشن. مثلا با لباس آدمی با دولتی از میگه من لباس 50 سامانه را نمیپوشم، میلش خوش به حالش. این قیمت پوشیدن برای آدمی با دولت میزیبد. بعضی آدمی با دولتی از میگه که مثال برای من همین ماشین هایی که حکومت شوروی برآورده است معقول نیست، من میخوام بهترین بلندتریش تصور شم. حقی توست، مرحمت، او برای تو حلال است، درست است، زیرا که شرایط تو به او میرسد. این زلالی ندارد. میگه یک مرد از جاش خیست گفت ای حبیبی خدا، این لباس هایی که من دارم $1000، این توفلی که من دارم از $500 بالا هست، لیکن فخر به این ندارم. فخر ندارم که لباسی من $1000 است و پای افضلای من $500 است. من به این فخر ندارم، فقط دوست می‌دارم که لباس قیمت در بر کنم. حبیبی خدا چی گفتن؟ ان الله جمیل یحب الجمال. حبیبی خدا گفتن خوش به حالت. گفتن دولت داری؟ گفت دولت دارم، بای به دولت هستم. گفت بای به دولت که باشی؟ گفت خداوند خودش خوشروی است، خوشروی ها را دوست می‌دارد. الله خودش گفت جمیل از زیبا هست، زیباها را دوست می‌دارد. گفت این لباسی تو گفت معنای کبر ندارد. الکبر بطر الحق و غمت الناس. حبیبی خدا چی گفتن؟ گفتن کبر این است که بطر الحق، در برابر فرمان پروردگار آدم سرکشی کند. خدا میگن نماز خوان، میگه نمیخوانم. الله میگه تو پولداری زکات ده، زکات نمیگوید. الله میگه ماه رمضان نزدیک شد، روزه بگیر، روزه نمیگیرد. سرکشی در امر پروردگار دارد. این کبر است. و غمت الناس، و مردم حقیر شماریدن. وقتی که دولت و سهولتش زیاد میشود بعد مردم چیکار میکند؟ این مردم میگه دما شما یک مثل تاجیکیت میگن پوف پوفی بنده خاکی میگوید. یعنی مقصد که دیگر الله که از حد اعتدال میگذرد، دیگر فکر نمیکند که یک 10 سال یا 5 سال پیش کی بود وای خودش، اینشا فکر نمیکند. برای همین پاکیزگی این از ایمانداری هست. باید که خانه ها تا برادرای عزیز بیرون های کوچه تان تازه باشد. باور کنین از اسلام است. ما شما را وقتی بها میتون که اگر همون جویبار پسی دروازه تازه باشد. باور که همون هم ایمانداری است. ایمانداری نیست که تو 5 وقت نماز خواندی و با همون لباس های بویناک و چرکین و با همون خانه گویم پر از گرد و چنگ رفته خواب کنی، همین ایمانداری باشد. نه، این ایمانداری نیست. بازم این عبادت ها باید لباس تازه باشد. ما و شما امروز در تاجیکستان ما مختصر مشهور است، کتاب مختصر. همین صاحب مختصر میگد و فی سیاه بالبذلتی، در باب مکروهات نماز میگد حتی لباست اگر چرک باشد با اون نماز نخوان که نمازت ثواب ندارد. چرک باشد، اگر لباست بویناک باشد با اون نماز نخوان که نمازت ثواب ندارد. میگد صاحب مختصر میگوید. صاحب مختصر هم از کجا میگوید؟ از حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید. شما وظیفتان این است که پیش از جمعه آمدن حتی شما باید با صابون ها بدن هاتون شوین، آن چیزی که زیادی که در وجود شماست تازه کنین، تراشین، پرتاین، بدن هاتون خوشبوی کنین، آمده در نماز جمعه اشتراک کنین. انا این نشانه ایمانداری شماست. این وظیفه های پیش از جمعه شما هست. ولی در پهلوی بعضی نشسته نمیشود دیگر. یا جویره بدبو میکند، یا بدنت بوی میکند، یا همون پشمای زیر کشت مثال تازه کردگی نیست. یعنی مقصد در برت نشسته نمیشود. یالا که علامتی چی است؟ علامتی ضعیف ایمانی تو است. تازه کو بدن تا، پاکیزه کو. هر حالت مرگ به بالای تو می آید. مردشوی های را دیدم که تنقید کردن که زیر کشش
تازه نیست، زیر نافش تازه نیست، طعنت میکنه، مرده تا طعنه میکنن. برای همین هر یک حالت مرگ به سراغ شما می آید. بدنهاتان تازه باشد، خانه هاتان تازه باشد، جای خوابی که میکنین همون جای خوابت باید تازه باشد. برادرای عزیز، این بسیار چیزی مهم است. الحال امروز ما و شما در روزهای عید قرار داریم، میدانین همه. فردا پس فردا عید است. امروز مهمانهای زیاد الحمدلله ما هم داریم. الان در مسجد ما هم نشستن. این مهمانها را ما و شما حبیب خدا چی گفتن؟ من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. کسی ایمان بر خدا و ایمان بر روز قیامت دارد، مهمان اکرام کند. اکرام چیست؟ اکرام همون گوشت گوسفند آورده در پیش مهمان، شکم مهمان سیر کردن دست و خلاص؟ نه، بلکه طبق تازه باشد، بلکه چاینکی چای تازه باشد، باید پیاله های همون چای میدادگی تازه باشد، باید دسترخوان تازه باشد، باید که همون دستمال هایی که در همون دسترخوان ها میپرتایین که برای یک معرکه کلان یک تا دارین، باید دسترخواناتون پر از دستمال باشد. امروز همه خراجات های به معنی در رفتین، همون 4 تا دستمال یافته نمیتونین. در یک دسترخوان کلان یک دستمال دور میگردد، هم با او دست میشویم، هم با او بعد خوراک پاکیزه میکنیم، هم با او بعضی با شخصانی در همون جامعه پیدا میشد که با او با بینیش تازه میکنه، لبش تازه میکنه، با ما گرفته دست همون نمیشکیم. پنجشنبگی را میتونی، چیل کرده میتونی، سال کرده میتونی، 4 تا دستمال خریدن نمیتونی. میتونی. ما امروز طلب میکنیم، میتونی تو. ما گفتیم که نکن، کردی. امروز ما در هر خانه که نشستیم طلب میکنیم که دسترخوان پر از دستمال کن. زورت میرسد، همه شرایط داری تو. اگر نمیداشتی این معرکات نمیکردی. نداری، هیچی نداری و با قرض قواله کردی سید. بگذار قرض کن، دستمال بخر، مردم تامین کن. قرض کن، میبینیم که کنی کی را زور میآید. آن امتیازهایی که اسلام دادود اجرا نکردی، بر همه جفاش کشیدن بگیر. برای همین پاکیزگی از اسلام است برادرای عزیز. حتی ناخونهاتون نگاه کنین، پیش از نماز آمدن ناخون تا نگاه کن. در بعض معرکت در بری گویم یا یگان موی سفید هم باشد، موی سفیدا هم قهر نکند، موی سفیدا هم شکر خدا، اونا هم بنده خدا هستند. خودش نمیتواند باید دختر و بچهش تازه کند. در پهلوش میشینی یا بچه جوانه، میبینی حتی ناخونها دویدگی، خوراک خورده نمیتونی. از کجا دیگر در او طبق پیغمبر خدا بکنن در طبق خورین. چقدر دست ها زیاد شود همون قدر در طبق برکات میشود. لیکن امروز دست هایی که ما داریم دیگر در او طبقات فیض نیست، برکات نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای شیرین سخن میگویند که پوست تخم را نجقین که 40 روز غمدار میشوید. اینا دروغ هستند. اینا از همون خرافات های هستند که ما دائم در اطرافش صحبت میکنیم که در روز جمعه غسل نکن که مثال فلان فلان میشوی گفته بود. حالا یک جوان تمام فراموش نمیکنم، همون جوان بچهای با عقل و خیلی که از مسئله ها خیلی دور هستند، همین تای پاتا میگوید داملا اگر خف کنی در جنت میلش بی. بیچاره هم بچه با عقل، در همین درون از من نمیشناسمش دیگر کی هست. بچه کلان اگر تای پاتا خف کنی در جنت مثال میلغجی میغلطی. این زمین جنت یخ نیست، بعد اونجا جای لغجیش نداره. و زیر پاتا اگر که خف نکن، 1-2-3 ماه پس تای پاتا نگاه کن که کدام احوال ده هسته. برای همین این هم یک از جمله گویم همون خرافات ها هستند. برای همین اینا دا تماما اهمیت ندید، اینا دروغ هستند. مثال اگر پوستی تخم شما مثال اگر جقیدین 40 روز غمدار میشه. الکی ما گفتیم و ما اصحاب من مصیبت الا باذن الله. پروردگار میگوید هر غم و دقتی که به سر شما میآید همش به اجازت من میآید. نه پچاقی تخم و نه دیگر هیچ کار کردن نمیتونه. اگر در خواب پوف کنی ثواب است.
این کدام بیچاره همین گویم نو اینای چی معنی ندارن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام داملای بزرگوار و دعوتگری راه حق حاجی میرزا. ما یک گروه سوداگران بازار سلطان کبیر و شما احترامی بسیار قائلیم و از دوشنبه برای نماز جمعه و پرسیدن چند سوال از شما به اینجا آمدیم. التماس با این سوال ما جواب دهید. یکم، دشنام دادن چه حکم دارد؟ بعضی ها به هم شوخی میکنند و همدیگر را دشنام میدهند. بیشتر مادران همدیگر را دشنام میدهند. عاقبت کار این گونه افراد چیست؟ چگونه عذاب منتظر اینها هست؟ یک سوال بود از برادرایی که سلطان کبیر ده کار میکنند. السلام علیکم ایشان حاجی میرزا. هزار شکر به سوی خدا که چی بهبودی های در اخلاق ما جوانان پیدا کرده ای و ما جوانان کولاب که در اکثر جایها می نشینیم در حق شما دعا میکنیم و از شما با یک خواهش که امروز جوانان زبان دشنام کننده دارند، یگان نصیحت بر این جوانان و دیگر شخصانی که از پیر و جوان، زن و مردی که دشنام میدهند میگفتید. انشاءالله سخن شما به تأثیر نمیماند. یک گروه بچه های شهر کولاب. این سوالم گویم که از هم بچه های کولاب و هم از سوداگرهای شهر دوشنبه آمده است در باب دشنام دادن. جوانای عزیز، در اصل من در این یک خطبم در این اطراف این موضوع صحبت کرده بودم، لیکن باز میگویم که حبیب خدا گفتن المسلم من سلم المسلمون من ید و اللسان. حبیب خدا مسلمان نشانش گفتن. مسلمان کیست؟ حبیب خدا گفتن مسلمان آن کسی هست که از دست و زبان او کسی آزار نمی‌یابد. مسلمان کی بوده است؟ کسی که از دست و زبانش هیچ کس آزار نیابد. نه به دست نه به زبان کسی را آزار نمیدهیم. این علامت آدم مسلمان بوده است. آدمیت چیست؟ خود را دور از شر داشتن. شیخ سعدی آدم بیان کرده ایستاد است. آدم کیست؟ آدمیت چیست؟ یا آدمیت کیست؟ خود را دور از شر داشتن، خیرخواه خلق بودن، نفع بیزر داشتن. حضرت گفتن آدم آن کسی هست که از ضرر رسانیدن بر مردم خودش را محافظت میکند و آدم آن کسی هست که فقط فایدهش به مردم میرسد، ضرر او به مردم نمیرسد. اینا گفتن آدم میگویند. ببینید، اگر ما خواهیم که در جمله آدم باشیم، اگر خواهیم که در جمله آدم مسلمان باشیم، از روی حدیثی که در اول خواندم، باید که ما زبان آزاردهنده نداشته باشیم. من آدم گفته هستی کل جنبان. و حضرت مولوی جون خدا رحمت کند بسیار گویم که شاید غضبناک شد. یگان شخصی را پرسید آدمی؟ گفت بله. همین تا کلش جنبان گفت بله آدمم. گفت یگان آدمی خیلی نادرست بوده است، خیلی آدمی دشنام کننده بوده است که پرسیده است من آدم گفته هستی کل جنبان، چرا داری مزاج خوی حیوان؟ چرا تو گفت طبیعت حیوانی داری؟ وقتی تو آدم که باشی میدانی که آدم باید سیرت داشته باشد، آدم باید اخلاق داشته باشد، آدم باید بی ضرر و بی زیان باشد. تو چرا اخلاق، چرا تو طبیعت حیوانی داری؟ چخیل آدم هستی تو؟ گفت او چخیل گفت ای حضرت. چی گفتن؟ گهی چون سگ شوی در جنگ اخوان، گزی هر دیل را به زخمی دندان. آیا تو گفت همون آدمی نیستی که دعوای آدمی داری و گفت طبیعتی سگ در وجود راه دادی مثل سگ میجکی؟ مثل سگ گویم میجکیش به معنای دشنام میدی، آزار دل برادر مسلمان میدی. گهی سازی به هر کس خصلتی مار، دیهی هر مؤمن را سخت آزار. تو همون آدمی نیستی که خصلت ما را در وجود راه دادی که دل بنده های خدا را آزار میدهی.
آیا اگر شما را کسی دشنام دهد دل شما آزرده نمی شود؟ آزرده می شود، دل شما درمند می شود. آدم مسلمان، آدم مؤمن باید دشنام کننده نباشد. آدم دشنام کننده رسول اکرم گفتن سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. کسی که آدم مسلمان دشنام میدهد وای فاسق است. گفت فاسق شاهدیش در نکاح در مذهب امام اعظم درست نیست. آدم دشنام دهنده را در نکاح اگر کسی داند نمی دشنام کننده است در نکاح وای ما شاهد نمیگیریم. فاسق درست نیست شاهدیش. نماز در پیش در آید نماز مکروه است. کسی که دشنام میدهد. صحابه پیغمبر به نام ربیعه اسلمی بود. بار میگوید با ابوبکر صدیق رضی الله عنه یک جای نشسته بودند. به ناگاه میگوید ابوبکر صدیق یک کلمه را برای من گفتند که ربیعه اسلمی میگوید. کمی من ناراحت شدم. البته هیچگاه ابوبکر صدیق وی از مادر دشنام نداد. هیچگاه ابوبکر صدیق وی لعنت نگفت، طعنش نکرد. شاید برای یگان اصلاح عمل ربیعه اسلامی یگان گپی درشت گفته باشند. ربیعه اسلامی میگوید خیلی نافار شدم، طبیعتم ناراحت شد. ابوبکر صدیق وقتی که دید چهره مرا حس کرد که از این سخن ابوبکر صدیق من ناراحت شدم. ابوبکر صدیق که آیت کریمه را از سوره احزاب خوانده بود، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پروردگار گفت ای پیروای محمد، شما را گفت، ما را گفت، ای پیروای محمد صلی الله علیه و سلم، زندگی پیغمبر، زبان پیغمبر، حیات پیغمبر، رفتار پیغمبر باید برای شما درس باشد. شما تمام عبرت و عبادت و درس از حبیب من محمد گیرید. گفت خداوند. حبیب خدا زبان دشنام کننده نداشتند، اخلاق حمیده داشتند، اخلاق خوب داشتند. حضرت انس میگوید بهترین مردم از روی آداب حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم است. اونقدر آدابی داشتند که حتی از معامله خوبش آدم مسلمان میشد. حکایه میارن که بار میگوید نگاه کرد یک مادری را که خیلی پیرانسال است در مکه مکرمه و در دستش میگوید همین مال زیاد داشت، گویم در همون سدکه ها چیزی بسیار خرید کرده بود و این مادر بسیار بزور میرفت، بارش وزنین بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با این قدر درجات و مرتبه که داشتند دوان به پیش این مادر رفتند. سدکه های این میگه از دستش همون بارو چیزی که در دست این مادر بود برداشت و مادر گفت برابر من آمدن بگیر، من تا خانه تو این بار تو را میبرم. این کمپیر میگوید این مادر برابر محمد صلی الله علیه و سلم قدم میزد. وقتی در اثنای راه این مادر چی گفت؟ گفت ای جوان، گفت میدانی که در مکه مکرمه یک جوان برآمده است به نام محمد. نشناختن که این محمد است. به نام محمد برآمده است و دعوای پیغمبری دارد. بچم گفت اصلا در دین وی داخل نشو، و دین پدر و مادر ما را گفت بیکار میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در برابر این سخن مادر چی گفتن؟ گفتن ای مادر، گفتن همان محمدی که تو میگویی که دین وی دین ناحق است، در دین او داخل نشو، همون محمد من هستم. گفت این مادر گفتن تو هستی؟ گفت بله من هستم. گفت اگر همون محمد تو باشی و این اخلاق و این رفتاری که از تو میبینم، قسم بر خدای تو که من به تو ایمان آوردم. ببین از اخلاق رسول اکرم، از رفتار و زبان شیرینش، یک مادری که گویا مشرک بود اسلام قبول کرد. رسول اکرم صلی الله، حضرت ابوبکر صدیق این آیت را از سوره احزاب خوانده بود که برای شما باید رسول اکرم حیاتش، رفتارش، گفتارش الگو باشد، درس باشد. در حال میگوید به طرف ربیعه اسلمی چی گفت؟ ای ربیعه، گفت در برابر این سخن درشتی که من بر تو گفتم تو هم بر من بگو تا که برابر شوی.
ابوبکر صدیق بهترین انسان بعد رسول اکرم، شخصی که با 2 نفر پروردگار سلام فرستادگی است، یکی ابوبکر است، یکی حضرت خدیجه است، خسر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یکی از عشره مبشره. در حال حیات رسول اکرم گفت یا ابوبکر انت فی الجنه، تو جنتی هستی. انا امین ابوبکر صدیق چی گفت در برابر این سخنی که من گفتم؟ ای ربیعه، یک کلمه را تکرار کن که باید برابر شویم. ربیعه اسلمی گفتن نه، گفتن من نمیگویم. گفتن رسول حضرت ابوبکر چی گفتن؟ گفتن قسم به خدا اگر در برابر این سخن من چیزی بر من نگویی، به رسول اکرم گفت من تو را خبر میدهم، نزد رسول الله از پشت تو گله میکنم. خیس از جاش میگه نزد رسول اکرم رفت حضرت ابوبکر. این بنی اسلمه اولادای ربیعه در اطراف ربیعه نشسته بودن. گفتن عجیب آدم بود، این کی بود؟ گفت هم سخن درشت میگوید، هم میگوید از بالای تو با نزد رسول اکرم شکایت میکنم. ربیعه گفت این مردم گفت زبان تان نگه دارین، این ابوبکر است. گفت این ابوبکر است. گفت اگر با شرطی که ابوبکر از من ملال شود، رسول اکرم از من ملال می شود. گفت اگر رسول اکرم از من ملال شود، الله از من ملال می شود. از این خاطر گفت زبان حقارت از ابوبکر نگه دارید. و حضرت ربیعه میگوید از دنبال حضرت ابوبکر و نزد رسول اکرم آمد. گفت ای رسول اکرم، گفت ابوبکر صدیق یک سخن در برابر من گفت، من ناراحت شدم و مرا گفت مرا دشنام ده، من تا که برابر شوی من دشنام ندادم. رسول اکرم گفتن خوش به حالت ربیعه، اگر دشنام میدادی هلاک میشدی. وقتی ابوبکر دیدی به او خبر بده که خدا تو را معاف کند، خدا تو را ببخشد. از این کلمه گفت در برابر ابوبکر صدیق چیز دیگر نگو. ببین معامله ابوبکر صدیق در برابر یک کلمه که با ربیعه اسلمی گفت که وای در قدر و در منزلت از ابوبکر صدیق پست بودند، لیکن حضرت نخواستند که بالای او چی شود؟ بالای او قصاص در روز قیامت شود. در برابر من دشنام ده. همین آدمایی که امروز دشنام میدهند، کدام او همین معامله ابوبکر صدیق کرده میتوانند؟ هیچ کدامشان کرده نمیتوانند. برعکس ما در دشنام دادن من باز تا چند گوییم که جسور میشیم، غیرت میشویم، باز در کار شود میگوید خوبش کردیم، خوبش کردیم. نمیدانیم که روز قیامت وای بالای ما دعوا میکند، وای حسنات و نیکی های ما را میگیرد. این ما و شما نمیدانیم. برادرای عزیز، این دشنام دادن هم نشانه ایمانداری نیست. من این جواب انشاءالله جمعه آینده باز کاملتر به سمع شما میرسانم. الحال انشاءالله اینجا برادرایی که خیر احسان کردگی هستند و اینجا نامهاشون آمدگی میخوانیم، دعا میکنیم و بعد جمعه شروع میکنیم. السلام علیکم دولای محترم. من از شما خواهش دارم که همین ملا را، ملا شریف از مومن آباد می باشد، بعد از نماز منش کنید، التماس اعلان کنید که بعد از نماز ایستد. یعنی کسی ملا شریف باشد از مومن آباد، اینجا کدام برادر یگان کار دارد میتونید که استادگری کنید. دعا کنید. میری سرابک 45 سامانی دادن، عبدالفیض از کلخاز آباد 100 سامانی دادن که روز برادرش جنازه کردیم، از مسکو مردش آورده بودن. سوم استاهایی که گنبد مسجد را تیار کردن، برادری که علاقه گنبد مسجد هم الحمدلله که تیار شده است، در حقش انشاءالله دعا میکنیم. استاد عبدالغفار. در حق اکای احمد از محله کوه دامن دعا کنید. و در حق برادر جیان که مادرش از مومن آباد است، مادرشان گذشته بود که در جنازه او هم اشتراک داشتیم. و در حق آنهایی که در صندوق خیریه صدقه کردند، در حق آنهایی که در اطراف مسجد مهنت کردند. دیروز 2 روز روی هم الحمدلله که زنهای همین محله آمده این مسجد و حاجتخانه را تازه کردند. روز دیگرش تمام مردهای این محله این گویم اطراف مسجد پاکیزه کردند، خوب کردند.
و اینجا یک برادر دیگرمان هم خیلی نامش نمیگیریم، برای همه این مردم گوییم که اینجا طعام تیار کردن، در حق او هم انشاءالله دعا میکنیم. خب استاد سلطان و دیگر رفیقان، در اینجا برادر استاد سلطان هم این صورت هایی که در اطراف مسجد نو میبینید همین ها را آمده چسبانیدن و برادرایی که این صورت ها را که ارزش های قیمت دارن برای مسجد ما و شما روان کردن، در حق اونها هم دعا کنیم و در حق محمد الله دعا کنیم. اللهم صل و سلم و بارک علیه. خدای مهربان آن بنده هایی که در این مسجد خیر احسان ها کردن، برای آبادی این مسجد سعی و کوشش ها کردن، مال و اسباب و انجام صرف کردن و تمام آن مهمان هایی که امروز در این مسجد ما حضور دارند، اولا پروردگارا قدوم هر کدام اونها را به این شهر مبارک بگردانی و در هر قدمشان خدای مهربان حسنات کتابت بفرمایی و تمام این بنده ها را پروردگار مهربان عمر دراز و تنی صحت و خاطر جمع و دولت و سهولت بیشمار خدا نصیب روزیشان بگردانی و گذشتگی ها را خدایا رحمت و مغفرت بگردانی. آمین و رب العالمین. در آخر اعلانی که دارم برادرای عزیز و گرامی، فردا و پس فردا در این شهر ما و شما خیلی یک عیدی با شکوه هست، بسیار یک عیدی کلانی هست. بسیار از همه شما خواهش میکنم که این قدر مهمانی که به این شهر می آید برای برداشتن آب روی این شهر بسیار از شما وابستگی کلانی دارد. میتونید که در شهر با معامله های خوب، با سلام، شما مثال گوییم که با مهمان ها روبرو شوین، میتونید که با آنها سوال جواب کنین، میتونید که اونها را دعوت کنین. شاید دعوت شما را قبول هم نکنن، لیکن به هر حال مهمان نوازی شما در اونها قائل شوند. شما خلاص با همه معامله های بهترین اسلامی که شما دارین همون مهمان ها را استقبال کنین. گویم برای مهمان ها اگرچه خانه هاتان هم که نآیند، خانه هاتان تازه کنین، حولی هاتان پاکیزه کنین، کوچه هاتان تازه کنین و دیگر احترام هایی که برای مهمان ضرور است انجام دهین. باور کنید در هر یک عملتان انشاءالله در نزد خداوند شما ثواب میگیرین. بسیار باور کنین یک عید کلانی هست و این عید هم گویم یک سبب شده امروز این شهر کولا و بین دیگر شهر شده است. الحمدلله این قدر زیباگی ها و این قدر گویم رسته های زیبا در شهر ما و شما پیدا شد. اول آخر البته این فضل پروردگار است و بعدا همه این با چی است؟ با کوشش و سعی رئیس جمهور می باشد. در حقشان دائم دعا کنیم که خدای مهربان باز هم این گونه گویم غم و این گونه آبادی ها را، یعنی غمی که غم ملت دارن، غمی گویم که دارن که تاجیکستان آباد شود، خدای مهربان یعنی این گونه غم ها را باز هم زیادتر بگرداند در دل رئیس جمهور که باز بیشتر این جمهوری ما و شما را آباد بگرداند و خداوند در هر یک عملهایی که دارد خدای مهربان عملهای نیکی که برای آبادی تاجیکستان است خدا جامعه عمل پوشیدن در نصیبش بگرداند. آمین و رب العالمین.